حالا اندک معلومات از تاریخ شهر دوشنبه برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. در سند بازمانده از سال 1826 این شهر دوشنبه قرغان نامیده شده است. قلعه دوشنبه در کناره چپ رود ورزاب جای داشته و هر روز دوشنبه در نزد آن بازار برگزار می شد. نام کنونی پایتخت تاجیکستان یادآور همین بازار است. از بس که این جای را دوشنبه بازار می گفتند، دهکده‌ای که با گذشت زمان در جای دوشنبه بازار پیدا شد، دوشنبه نام گرفت. سال 1924 دوشنبه به شهر تبدیل یافته پایتخت جمهوری مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اعلان گردید. در سال 1961 شهر به نام اصلی خود برگردانیده شد، اما با املای درست به دوشنبه عوض کرده شد. حدود امروزی دوشنبه تقریباً 2300-2400 سال پیش از این تمدن شهرنشینی موجود بوده است. دلیل این بازیافت‌های نادر باستانشناسی، خرابه‌های شهرستان، باقی‌مانده‌های دیمنه، ارک و قلعه، دخمه و دفنگاه‌ها و سکه‌های قدیمی می‌باشند که از حدود دوشنبه و موضع‌های اطراف آن یافت شدند. باستانشناسان تاریخ دوشنبه را به سه دوره قدیم، عصرهای میانه و دوره نو یا اینکه اساسی تقسیم می‌کنند. دوشنبه تاریخی در قسمت شرقی وادی حصار واقع است. دوشنبه تاریخ بیش از 2400 ساله دارد که از روی بازیافت‌های باستانشناسان منسوب مدنیت حصار است. مدنیت حصار تمدن باستانی عهد نئولیت بوده، آخر دوره عصر سنگ را در تاجیکستان مرکزی و جنوبی فرا می‌گیرد که به هزار ساله‌های 72 تا میلاد منسوب است. کاوش‌های باستانشناسی در حدود دوشنبه از جانب کشورشناسان چیلیتکو و سالاچینسکی سالهای 30 عصر 20 آغاز یافتند. سالهای 1941 باستانشناسان در قسم شمال و شرقی شهر دفینه‌ای را کشف نموده از آنجا مقدار زیادی سفالپاره‌ها را پیدا کردند. چنین مصنوعات سفالی از حدود کارخانه‌های بافندگی نیز یافت شدند. سال 1948 باشد با سروری اکادمیک اکلادنیکوف گروه باستانشناسان تحقیق اطراف دوشنبه را ادامه دادند. اکلادنیکوف بازیافت‌های مدنیت کوهستانی تاجیکستان را از روی یادگاری برجسته این دوره تپه غازیان حصار مدنیت حصار نامیده تاریخش را به حدود 1000 ساله‌های 4-3 تا میلاد منسوب دانست. از دوشنبه و اطراف آن تا سال 2004 3684 سکه پیدا شده است که اکثر آنها به 12 دفینه و اینچنین 64 نمونه سکه های جداگانه منسوبند. یادرس می شویم که طول عصرهای میانه مردم بیکیگری حصار و بایسون و دهنه، تاجران ترمیز و سمرقند و ختلان و وخش و قبادیان، درواز و قراتگین و فیض‌آباد هر روز دوشنبه در موضع‌های دوشنبه امروزه بازار تشکیل می‌کردند. سال 1907 بر اثر زمین لرزه خرابی‌آور در قراتاق و حصار بیکی حصار شاه مردانقل با اویلش به دوشنبه کوچیده دوشنبه را پایتخت بیکیگری قرار داد. اهالی دوشنبه سال 1920 تقریباً 18-20 هزار نفر بود. در این دوره حکومت مأموری را بیکی حصار اداره میکرد که املاکدار دوشنبه تابع او بود. دوشنبه با اهالی کمتر از 500 نفر شهر و پایتخت جمهوری مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اعلام گردید. 2 سپتامبر سال 1926 مجلس ریاست کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان طرح نو دوشنبه را بررسی نمود. ماه اپریل سال 1927 سویت کمیسران خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان درباره ساختمان شهر دوشنبه قرار قبول کرد. از آخر سالهای 80 و اول سالهای 90 عصر 20
дар душанбе ва тамоми мамлакат дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал омад. 24 августи соли 1990 баъди дар иҷлосияи дуввуми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудани эъломияи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе ҳамчун пойтахти давлат ва маркази ягонаи идории давлати тоҷикон эътироф шуд. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон гардид. дар даврони истиқлол ба бунёд гардидани маҷмӯаву коғҳои меъморию фарҳангӣ, хиёбонҳои кӯчаҳои васеъи мунфарш, иморатҳои маъмурию иқоматӣ, корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои маърифативу илмӣ ва адабии Душанбе ба яке аз шаҳрҳои бошукӯҳи ҷаҳон табдил ёфт. Душанбе аз 4 ноҳияи маъмурӣ Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур, Фирдавсӣ ва Сино иборат аст. Душанбе аз қисми шимол бо ноҳияи Варзоб, аз шимоли шарқӣ бо ноҳияи Рӯдакӣ, аз қисми ғарб бо шаҳри Ҳисор ҳамсарҳад аст. воқеан ҳам зебоиҳои имрӯзаи Душанбе қобили ситоиш аст. دوشنبه اولینی آخرینی، همه عکسی سما اندر زمینی. هزاران سال آری آریانا به پیکی نوبهاری آریانا. فروغ تازه جانت مبارک، سراپای گلفشانت مبارک. دوشنبه اولینی آخرینی، تو در انگشتری دنیا نگینی. دوشنبه اولینی آخرینی، تو در انگشتری دنیا نگینی. دوشنبه ای بهشتی آخرین، دلکشا و دلربا و نازنین. با فری امام علی رحمانی ما یافتی احیای نو اندر زمین. رستمت از نو سواری رفت شد، رستمت از نو سواری رفت شد. نوری نصرت دارد و اندر جبین، نوری نصرت دارد و اندر جبین. ای دوشنبه ای بهشتی آخرین.
هوا ریزد محبت رنگ رنگ. عشق رویت از زمین، عشق رویت از زمین. ای دوشنبه ای بهشتی آخرین، دلکشا و دلربا و نازنین. با فری امام علی رحمانی ما یافتی احیای نو اندر زمین. رستمت از نو سواری رفت شد، رستمت از نو سواری رفت شد. نوری نصرت دارد و اندر جبین، نوری نصرت دارد و اندر جبین. ای دوشنبه ای بهشتی آخرین. کوچه کوچه گل رخانی گل جبین، میهنی دال و درختانی جهان. شهری گلهای همه روی زمین، شهری گلهای همه روی زمین. ای دوشنبه ای بهشتی آخرین، دلکشا و دلربا و نازنین. با فری امام علی رحمانی ما یافتی احیای نو اندر زمین. رستمت از نو سواری رفت شد، رستمت از نو سواری رفت شد. نوری نصرت دارد و اندر جبین، نوری نصرت دارد و اندر جبین. ای دوشنبه ای دوشنبه